السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الأخوان والأخوات المشاهدين لبرامج اليوتيوب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لبرامج. أسعد الله أوقاتكم، تقبل الله أعمالكم في شهر شعبان المعظم. نحن نتكلم اليوم حول الموضوع حاليا بين الطالبتين زينب وزهراء. نحن نتكلم بالعربي وكذلك بالقواعد الفارسي، مفهوم فارسي. زينب تقول: يا زهراء، في أي منطقة تسكنون الآن؟ يا زهراء در کدوم منطقه شما سکونت دارید الآن؟ کدوم منطقه زندگی میکنید؟ زهراء تقول في جواب زينب: اشترينا بيتا جديدا الآن في منطقة الكرامة. یک منطقه‌ای که به نام کرامت هستش. زهرا در پاسخ به زینب که دوست هستن، بین حالا دوتا دانش آموز، اینجوری که طالبتین معناش، طالبتین یعنی دانش آموز معنای فارسیش، ما بیت خونه جدیدی رو در منطقه کرامت خریدیم. اشترینا به معنی خریدیم. زینب: مبارک انشاءالله. زینب میگه مبارک باشه انشاءالله به دوستش زهرا در جواب. زهرا: شکرا جزیلا یا عزیزتی. خیلی ممنون عزیزم. زینب: و کیف هو مطبخه. و زینب میگه چطوریه آشپزخونش، به چه صورتیه؟ فإن مطبخنا صغیر جدا. آشپزخونه ما معناش این هستش که فإن مطبخنا صغیر جدا، کوچیک هستش. صغیر به معنای کوچیک هست، بسیار کوچیکه. جدا یعنی بسیار. حالا زهرا میگه مطبخنا القديم كان صغيرا أيضا ولكن هذا واسع والحمد لله. زهرا میگه، دوست زینب زهرا میگه ما آشپزخونمون خیلی قدیمیه، كان صغيرا أيضا، آشپزخونه ما بسیار کوچیک هست، همچنین أيضا و همچنین، لكن الحمد لله، اینم از فضل خدا، رحمت خدا، نعمت خداست که بر ما منت نهاده. خدا رو شکر. زینب: فهل اشتريتم بعض ما يحتاج هذا المطبخ إليه؟ سوال میپرسه زینب از زهرا دوستش، میگه که آیا شما خریدید بعضی چیزایی که احتیاج باشه توی آشپزخونه که ازش استفاده بشه؟ زهرا: نعم، بله. فقد اشترينا موقدا كبيرا وفيه فرن. ما یه گازی بزرگی تهیه کرده و فیش فرن که ازش استفاده کنیم. فرن که توی گاز هست. زینب: و کم مشعلا فیه. چند تا مشعل داره توش؟ زهرا: فیه 5 مشاعل. 5 تا مشعل داره. و به احجام مختلفه و به حجم‌های مختلف متفاوت. زینب تقول: حسنا، درسته، خیلی خوب. و هل في مطبخكم هذا خزانات للأواني؟ و آیا توی آشپزخونه‌تون محفظه‌ای هست که برای نگهداری چیزای آشپزخونه باشه؟ نعم. زهرا میگه نعم، انه مجهز بها بشکل کامل. بله، مجهز هست به شکل‌های متفاوت. کامل یعنی کامل، همه چیز درش هست، مجهز. زینب: فماذا وضعتم فيها؟ زینب میپرسه که چی درش قرار دادید؟ زهرا: ملأتها أمي بكل ما عندنا من أطباق وأقداح وأكواب وملاعق وسكاكين وشوكات وغيرها. مادرم، زهرا میگه، مادرم هر چی که نزدش باشه
که بخواد استفاده کنه در آشپزخونه از انواع چیزها، مثلا کاسه، قوری، نمیدونم چیزایی که متعلق به آشپزخونه، ملاقه، چیزایی که برای آشپزی و ازش استفاده میشه، مثل سکاکین به معنی چاقوها، جمع و اینا برسه و اینا. اقداح جمع قدح یعنی کاسه، جمع برسه و همه چی درش هستش، یعنی به صورت کامل و همچنین چیزهای دیگه و غیرها، مثل قاشق و چنگال. زینب: حسنا، خیلی خوب. فهل قمت يوم من الأيام بعد بعضها؟ اینطوری که من متوجه هستم از این معنای اینکه زینب داره از زهرا میپرسه آیا تو روزی از روزها بلند شدی، یعنی که بخوای اینا رو استفاده کنی، چطوری مثلا سر جاش بذاری یا مرتبشون کنی؟ زهرا: نعم قمت بذلك مرارا. بله، من این رو انجام میدم، همچین کار رو انجام دادم که بخوام اینها رو سر جاش بذارم و مرتب کنم. حالا زینب میگن که عفوا، يعني زينب تقول: فما عدد الأقداح التي عندكم؟ عددهای اون کاسه ها اونا چقدر هستش که نزد شماست؟ زهرا: عندنا 3 أنواع من الأقداح. عندنا 3 یعنی 3 از انواع کاسه ها پیش ما هست، نزد ما. زینب: و ما هذه الأنواع؟ این زینب در سوال از زهرا دوستش میپرسه که این انواعی که شما گفتی چی هستش؟ برای من بگو. زهرا: اقداح الشای، کاسه ها مثلا، حالا در اینجا میشه اقداح هم به چیز هم اشاره کرد، منظورش هم استکان یا لیوانی که واسه مصرف چای استفاده میکنن. اقداح الشای و اقداح الماء، چای برای آب. و نوع ثالث متوسط الحجم، و نوع سومش حجمش متوسطه، یعنی حجمای متفاوتی داره برای استفاده از اینها. زینب: اذکری لی عدد اقداح الماء. زینب میپرسه از زهرا عدد کاسه های، یعنی همون آب، لیوانی که واسه آب یا همون چای آب، البته ما به آب اشاره کرده شده اینجا. برای من بیان کن عددشو برای آب که استفاده میشه. عددها، زهرا میگه عددها 24. عددش 24 اینجا به معنای 24 هست. لكن 24 كسر قبل يومين. اینجا معناش این که هستش که لکن یعنی اما 24 تاش قبل از یعنی 2 روز پیش شکسته شد. اینجا عددها 24 که گفته همون 24 میشه، 24 که همون هم 24 اینجوری میشه حساب میشه. اینجا 20 اولش اشاره شده، دومی 20، یعنی فرقشون برای قواعدشون که استفاده میشه. زینب میگه طيب درسته، وما هو عدد اقداح الشاي؟ عدد لیوانای چای چقدر هست؟ عددشو میخواست بیان کنم. اینا عددشو گفته چقدر؟ زهرا گفته عندنا نوعان منها، ما 2 نوعش رو داریم، از این 2 نوع هستش. نوع نستخدمه یومیه، یه نوعش که این هستش که هر روز ما استفاده میکنیم، قابل مصرفمون هست، مصرف روزانمون. و الثانی للضیوف، دومی هم واسه مهمون استفاده میشه، برای مهمونی. زینب میپرسه که فما عدد النوع الخاص بالضيوف؟
عدد اون نوع خاصی که توی عرضم به خدمت شریفتون تابستون به صیوف که اینجوری مشخص هستش، معناش چیه؟ به صیوف یعنی تابستان، اونی که توی تابستون استفاده میشه چیه؟ اظنه 30 قدحه. زهرا میگه که فکر کنم 30 تا باشه، 30 تا همون کاسه یا همون لیوان که اشاره میشه مربوط به وسایل آشپزخونه. زینب والذی تستخدمونه یومیه، اون چیزی که شما استفاده میکنید ازش هر روز چیه؟ زهرا کان 20 قدحه، 20 لیوان یا همون کاسه، ولكن لم يبق منه الا 5. متاسفانه ازش 5 تا بیشتر نمونده، 5 عدد. زینب میگه که تکسرت بأیدی الاطفال، متاسفانه به دست بچه ها شکسته شده. تکسرت به معنای شکسته شدن هست که اینجا به کار برده شده. زهرا میگه نعم بله، اغلبها تکسرت بأیدیهم، اکثرش بیشترش متاسفانه به دست بچه ها شکسته شده. زینب میگه اخذت من وقتی که وقت تو گرفتم، مزاحم وقت شدم. یا زهرا شکر ممنونم، فشکرا جزیلا، خیلی ممنون. زهرا میگه عفوا یا عزیزتی، ببخشید عزیز دلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.